ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 33-юмро аз рӯи ин раман бишнавед. نباشد گفت نسیم جان به شوق آمده، اول برای طبع چاقی یک پیالگی می گوارا نوشیم. این را به من یعقوبی رنگریز جوره نغزم هست از یهودی ها داد. 20 فایده. دوست ها یک پیالگی نوشیدند و از گوشت یخنی گزک کردند. می حقیقتاً گوارا به تن آنها لذت بخشید و پس نسیم جان به سخن سر کرد. امیر منیفست اعلان کرد و از بین جدیدها یک غلغله برپا شد. از سمرقند بهبودی آمده بود. میدانیه یکی از جدیدهای کلان سمرقند ژورنالی آینه می برآورد. بعد در وقتی به خارجه گریخته رفته ایستادنش در قرشی به دست آدمان امیر افتاد و کشته شد. بنابراین حالا قرشی را شهری بهبودی می گویند. خوش که باشد جدیدها در گذری بازاری گل در حولی حلیم اشورف جمع شده مشورت کردند. تکلیف افتاده بود که به مناسبت همین اعلان شدنی منیفست بهانه کرده نمایش برپا کردن لازم. خیلی کشمکش شد. بعضی ها درست پیش بینی کرده بودند که این نمایش حاجت ندارد و به کار انقلاب ضرر می آرد، اما جوان ها سبوکی کردند، به نمایش قرار دادند. روز دیگر نمایش از پیش دکانی کتاب فروشی برکت سر شد. چنان آدمی جمع شده بود که من حیران ماندم. در لب حوض دیوان بیگی میتینگ شد. ناطقها از بالای بامی سرتراشخانه برآمده با حرارت نطق می کردند و خلق را با روز آزادی مبارکباد می کردند. به امیر تشکر گفته منیفست را مرحمت او می گفتند. بسیارتر یهودی های بیچاره که آن وقت از حقوق محروم بودند و این چنین پیرسیان ها به نمایش برآمده بودند. پیش پیش بیراق سرخ و شعارها را برداشته می بردند. من باشم از شوق و خرسندی به پوستم نمی غنجیدم. خیلی جوان بودم، سیر حرکت و چقان. در آنجا هم ناطقها گپ زدند و شعارها پرتافتند. بعد در گذری گاوکوشان به نمایش آدمی بسیاری همراه شد که مقدار نمایش کنندگان قریب به 5-6 هزار نفر رسید. پس از آن که در گذری گاوکوشان ناطقها نطق کردند، نمایش به طرف کوچه غازیان روان شد. یک سیلی کلان، یک ایدی پرغلغله و یک تنتنه‌ای در بخارا هیچ دیده نشده برپا گشته بود. خودت میدانی که کوچه وسیع خیابان در بخارا یکی از کوچه های کلان به شمار می رود. تا برسیدن ما در این کوچه 1-2 آدم جمع شده ایستاده بودند که اکثریت آنها فارس ها و ایرانی های بخارا بودند. از بام و در به سری نمایشکاران قند و نبات، چارمغز و بادام می ریختند. سرودهای خرسندی می سرودند، دایره و دنبک می نواختند. در اینجا حتی برای میتینگ منبری ساخته بودند. مردم به گرد منبر چون بحری پرتلاطم گرد آمده بودند. فیض الله و دیگران با آن منبر برآمده نطق کردند. در اینجا تکلیف افتاد که
برای باز هم بلندتر برداشتن روحی نمایش دسته موسیقی سربازان امیر را دعوت کنند که پیش نمایش موسیقی نواخته به میدان ریگستان داخل شوند. آدمانی ساده، گفتمان کریم. بله، گفت نسیم جان، تا یک درجه سادگی هم بود، یک درجه نادانی و بی ملاحظگی هم بود، لیکن در بین آن 7-8 هزار نفر مردم که با خرسندی و شادمانی نمایش می کردند، یگان نفر هم بر قصد تاج و تخت امیر سخنی به زبان نرانده بود. برعکس در شعارهایی که نوشته می بردند به امیر برای اعلان منیفست تشکر بیان کرده سلامتی و عمر درازی او را می خواستند. بنابراین باوری داشتند که حاکمیت امیری این نمایش بزرگی خرسندی فقرای خود را دستگیری می کند و دسته ارکستری سربازان را می فرستد که خرسندی را دوبالا کند. لیکن در این وقت خبر آمد که در ریگستان 6-7 هزار ملا و ملا بچه و شور پوشتان با کلتک و نیزه و تبر جمع شده منتظر رسیدن ما هستند. این چنین باز خبر آمد که 300 نفر عسکری پیاده و 200 نفر عسکری سواره هم به فرمانی زن و تاراج کن منتظر شده ایستادند. این را شنیده من دانستم که مقابلت یک قسم رفیقانی با تجربه امان درست بوده است. نمایش از فایده بیشتر ضرر آوردنش ممکن. این خبر را شنیده کلانهای ما به مشورت نشستند. چیکار کنند؟ با این مردمی بی اسلحه و بی یراق، با این مردمی صلح و امنیت طلب به مقابل 500 نفر عسکری مسلح و 6,000 شورپوشتی کلتک به دست روند یا پریشان شوند؟ بعضی ها گفتند که در اینجا یک نامفهومی باید شده باشد. شاید آنها گمان کرده باشند که ما به جنگ به طرف آنها می رویم. این یا فتنه و فسادی ملاها باشد. و هر حال به پریشان شدن و خانه به خانه رفتن فرمان دادند. مردم به واهمه افتاده زود خانه به خانه شدند. لیکن راهبریت 3 نفر را، میربابا محسن زاده، عطاالله خواجه و یوسف زاده ها را به نزد قوشبیگی فرستاد که مقصد صلح جویانه نمایش را فهمانیده دهند. پس از رفتن نماینده ها خبر آمد که شورپوشتان به هجوم سر کردند. آدمان قوشبیگی نماینده های ما را گرفته به زندان پرتافتند و کوچه به کوچه گشته جدید کاوی می کردند. فیضالله خواجه به رفیقان فرمود که هرچی زودتر از بخارا برآمده خود را به کاغان رسانند و خودش به حولیش رفت. نسیم جان می را نوشید و کمتر گوشت خورد و از دریچه وگان به بیرون نگاه کرد. پاییز از دشتی بیگیاه آهسته آهسته قدم مانده می رفت. آسمان را ابرهای یک لخت فرا گرفته افق را سراسر پوشیده بودند. پغه پغه دودی بغ-ارلشی پراواز که از پیش تریزه وگان گذشته می رفت درونی وگان را گاه تیره گاهی روشن می کرد. 2 پیاله می زور به تمام اعضای بدنی وی یک حرارتی گوارایی پهن کرده چشمانش را اندک خمار کرده بود. نسیم جان گپ زدن چق کردن می خواست. به این جوانی دلیر واقعه های گذشته را نقل کرده و دلش قوت و حرارت بخشیدن می خواست. وی با ممنونیت به حکایت دوام کرد. در نمایشگاه پس از پریشان شده رفتن مردم فقط تشکیلات چیان مانده بودند. چطوری که گفتم فیضالله به خانه اش رفت. بعد منو مکمل، برهانوف، حلیم اشورف
و باز یک نفری دیگر گریخته به گذری صابونگران رفتیم. خواستیم که به حولی یک میری معزول آشنایی مکمل مخصوم در آمده رست شدیم. حولی میری معزول را هیچ کس کافت و کاو نمی کند، گفت مخصوم خود باورانه. بعد من به این مردک نغزی های بسیاری کردگی، نخواد که در این ساعتی پرخوف به ما یاری ندهد. غرق شونده به خسپاره می چسبد می گویند، راست. ما هم به 4 طرف نگاه کرده نبودنی آدمی شبهناک را فهمیدیم و دروازه میری معزول را تق تق زدیم. دیری نگذشت و خودی میر برآمده دروازه را گشاد. ما را دیده حیران شد و سلام و علیک کرد و تکلیف نمود که زودتر به راهرو درآییم. به اینجا آمدن شما را کسی دید یا نه؟ اولین سؤالی که بی هیچ مقدمه به ما داده شد همین بود. خودی همین یک سؤال معلوم کرد که ما چطور مهمانیم و چطور میزبان. نه، گفت مکمل مخصوم، به اینجا آمده در آمدن ما را کسی ندیده است. ما گریزه و یاغی هم نیستیم که باعث خوف و هراسی شما باشیم. فقط اندک دولابی هرج و مرج شدمان. ما تا خوابیدن فتنه به حولی شما پناه آوردیم. ها معلوم، گفت میر. آمدیتان، خوش آمدیتان، لیکن حولی من جای امن و آسوده نه. برای چی این طور میگویید؟ گفت سخنی او را از میان بریده مخصوم. حولی شما که یکی از آدمان معتمدی در بار هستید چرا جای امن نباشد؟ نخواد که شما مرا معذور می دارید مخصوم جان، گفت میر. در حولی من جین و اجینه ها خانه ماندگی. هر روز و هر ساعت بغجامه ها، تراشه و هیزم ها، انگشت ها خود از خود آتش می گیرند. شب و روز کلوخ باران شده می ایستد. حاضر در حولی بیرون و در حولی درون 6 نفر قاری قرآن تلاوت کرده نشستند. خودم قریب که دیوانه شوم. به بالاکاری این شوریش و این غوغا. اگر من شما را به حولی درارم، قاری ها البته می بینند و رفته خبر دادنشان بودگی گپ. از برای همین از گناه من گذرید مخصوم جان. ما دیدیم که نمی شود، آهسته دروازه را گشاده به کوچه برآمدیم و مصلحت کردیم که به کجا رویم. من گفتم که از بالای پشته امن‌تر جای نیست. شریک ها اول حیران شده ماندند، اما بعد قبول کرده از پسی من آمدن گرفتند. ما به بالای پشته خواجه اسبگردان برآمده به یک سغانه ویرانه هر 4 در آمده رس شدیم. شریک ما که نامش را فراموش کردم از مرده می ترسیده است. وی را به قریبی سوراخ سغانه گذاشتیم که بسیارتر هوا گیرد و از ترس جانش نبراید، لیکن با وجود آن دغر می لرزید. مکمل مخصوم و حلیم اشورف از مردن نترسند هم، لیکن خیلی نازک و آزاده بودند. اندک بوی به دماغشان رسد در حال ابرو چین می کردند. اندک گرد به دامنشان رسد 100 بار می افشاندند. حالا بروی خاکی مرده به درونی سغانه زه زیر کردگی و بویناک آواز نبرآورده می نشستند. جان از همه چیز شیرین. من از همه آنها جوانتر و هوشیارتر که بودم، گوشم به دیواری سغانه بود و همه آوازهای بیرونه را شنیده می ایستادم. انا از کوچه فایتون گذشت، انا عرابه گذشت، انا خری صحرایی هنگ زد، انا یک توده سگها به بالای پشت دویده گشتند و ها کذا و غیره. نهایت شب شد. چادری ظلمات به بالای شهری پرفتنه و پرغوغای بخارا فرود آمد. بلی ما نه همیشه روشنی را
بعضا تاریکی و ظلمات را نیز آرزو می کنیم و غنیمت می دانیم. در زندگی تاریکی هم لازم شده می مانده است. تاریکی که جان آدم را از سوی قصد و خوف و خطر خلاص می کند. وقتی که از کوچه ها پای مردم کنده شد، ما سغانه برآمده یک تا به کوچه فرآمدیم و با تنگ کوچه پس کوچه ها راه گشته به حولی مکمل مخصوم رسیدیم. به یک خانه نظرناگیر در آمده پرده ها را پرتافتیم، در را از درون زنجیر کرده نشستیم. روزی دیگر مشکاب آمد و ما از وی خبرهای کوچه و شهر را فهمیدیم. معلوم شد که آدمان امیر و خوشبیگی و این چنین ملاها و ملا بچه های شور پوشت در کوچه ها تاخت و تاز کرده می گشتند و هر کی از جدیدها و یا دوستی جدیدها به دستشان افتاد کشیده به ارک می بردند و از آنجا به زندان می پرتافتند. مشکاب گفت که آدمان حولی فیض الله خواجه را تالان کردند، لیکن خودش و عائله‌اش به دست نیفتادند. در آن خانه ما 4 روز محبوس بودیم. نهایت قرار دادیم که هر چی کار کرده از شهر بیرون براییم و خود را به کاغان رسانیم. در این کار ارتیست بودنی من یاری رسانید. من به شریک هایم ریش و مویلب های ساخته چسباندم، سله های کلان بستیم و جامه های فهول پوشیدیم. مشکاب از بیرژ یک فایتونچی آلفته را با فایتونی 2 اسبش گرفته آورد و ما با یاری آن آلفته زده از شهر برآمدیم و از تعقیب آدمان امیر در قریبی کوری شغالان خلاص شده به کاغان رسیدیم. در این دم پاییست به استانسیه قراول بازار رسید و ایستاد. کریم و نسیم از وگان پیاده شده سر تا سر قطار رفتند و از اسکربچه ها خبر گرفتند. همه صحت سلامت و آسوده بودند. کریم از سردار قطار پرسید که به قرشی کی می رسند. سردار گفت که اگر واقعه روی ندهد پس از 5 ساعت در قرشی می شوند. وقتی که پاییست پس از ساعت باز براه در آمد، کریم و نسیم باز در کوپه خرد رو بر روی همدیگر نشسته به صحبت سر کردند. من گفت نسیم جان، مکمل مخصوم را از دست عسکرهای 2 طف هم خلاص کردگی. چخیر کنی حکایت کنید؟ تابستان سال 1918 در تاشکند کمیته انقلابی جوان بخاری ها قرار داد که به مسکو برای با حکومت RSFSR و خود لینین واخوردن و یاری طلبیدن یک کمیسیه فرستاده شد. با آن کمیسیه فیض الله خواجه‌یف، مکمل برهانوف، احمد جان مخصومی حمدی و من داخل شدیم. لیکن خبر رسید که گنرالی سفید 2 طف به طرفهای ارینبورگ تهدید کرده ایستاده است. کمیسیه آیا گذشته می تواند یا نه؟ از بس که کار انقلاب تأخیر ناپذیر نبود، از بس که ما همه امیدمان را به یاری و مدد روسیه بسته بودیم، هرچی بادا باد گفته براه برآمدیم. پس از 1 ساعت به ارینبورگ می رسیم، گفت کندوکتور پاییست. لیکن پاییست دیگر به پیش نمی رود. بنابراین چیز و چاره هایتان را غنداشته تیار شوید. برای چی این طور؟ پرسید فیض الله. بلیت ما تا به مسکو کو. من هم به مسکو رفتن می خواهم، گفت آن مرد. لیکن آی افسوس، راه بند. سفیدها سمر و دیگر جاها را زیر کرده گرفتند.
شریکان فیض الله خواجه که منتظر این پیش آمد نبودند حیران و مضطر شده بروی او نگریستند، اما در سیمای فیض الله حالتی وهم و هراس دیده نمی شد. وی آسوده بود. خیر چه علاج؟ گفت وی. صبر می کنیم. ارینبورگ شهری مسلمان آباد، من یار و آشناها دارم. قوشخانه های بخاری ها هست. به قوشخانه بخاری ها نمی رویم، گفت مکمل مخصوم. در آنجا هر خیل آدم ها بودنش ممکن. بهترش به یگان جای دیگر. به شتاب اسکران سرخ مراجعت می کنیم، گفت احمد جان مخصوم. آنها به ما نقص، یاری و مصلحت می دهند. خیر، رفته فرایم می بینیم، گفت فیض الله و چیز و چاره هایش را گنداشتن گرفت. پاییز به وگزل ارینبورگ رسیده قرار گرفت. نمایندگان کمیته انقلابی جوان بخاری ها از وگان برآمدند که در صحن وگزل عالم جان جوریف، یکی از دوستان نزدیک فیض الله خواجه‌ایف، به پیشوازی آنها برآمده است. السلام علیکم دوستان عزیز، گفت عالم جان که جوانی برنا، قد بلند، تنومند و تقریبا همسن فیض الله بود. و با آغوش کشاد آمدگان را پیشواز گرفته بوسید. هر قدم ماندید بالای دیده تاجی سر. خوش آمدیتان. کنی مرحمت، در پسی وگزل فایتون تیار. فیض الله خواجه و رفیقان او از این بازدید خرسند شدند و تکلیف عالم جان را با ممنونیت قبول نموده به طرف بیرونی وگزل روان شدند. وقتی که از درون بینای وگزل گذشته می رفتند، باز یک مرد شکم کلام کلوتریش با سله و جامه های بخاری به آنها روبرو شد و سلام و علیک کرد و خودش را معرفی نمود. من شناختگیتان، گفت وی. من حاجی غلامی قلعه رو می شوم. در اینجا برای همشهری های خودمان قوشخانه ساخته و خدمت آنها کمر بسته می گردم. رسیدنی پاییز را شنیده تخمیناً برآمدم که شاید مسافران همشهریمان را بینم و به کارشان یاری رسانم. کنی مرحمت به بیچاره خانه کمی نه. سلامت باشید حاجی امک، گفت فیض الله. من شما را می شناسم. حقیقتاً مسافر پروری می کنید. لیکن چه علاج که دوستمان عالم جان تردد کردند، از شما پیشتر ما را به دست گرفتند. همین طور می. خیر میلش، گفت حاجی غلام. این کس هم فرزند خودمان. حولی این کس هم حولی خودمان برین. ها مرحمت کنید، شب بیایید، گفت از روی زبان عالم جان و مهمانها را سر کرده به پسی وگزل برد. عالم جان جوریف یکی از سوداگرانی به آبروی و مشهوری بخارا بوده در ارینبورگ استقامت می کرد. از بس که طرفدار انقلاب بود و به حاکمیت امیر خیرخواه نبود، مسافرت اختیار کرده به ارینبورگ مسکن گزین گشت و در اینجا حولی و جا دوکان و سرای کرد. با فیض الله خواجه‌ایف از خوردی یار و برادر شده طرح دوستی انداخته بود. فیض الله خواجه‌ایف بارها در مسکو او را دستگیری کرده از فلاکتی ورشکست و بینوایی نجات داده بود. بنابراین آمدی فیض الله خواجه‌ایف و شریکانی او را شنیده خیلی خرسند شد و به پیشوازشان برآمد. در حولی عالم جان فیض الله خواجه‌ایف و رفیقان او چون مهمانی به فیض قبول شدند. در حال آش و آب و ضیافت سر شد. در مهمانخانه کلانی یورپایی ساخت به سری ستاری کلان دوره نشسته طعام خوردند. بعد در سری چای نوشی صحبت سر شد. اکنون چی کار می کنیم؟ گفت فیض الله به عالم جان مراجعت کرده. فهمیدن لازم که احوال فرانک چطور است.
اگر امید غلبه اسکرانی سرخ و تار و مار گردیدنی گنرال دوتف نزدیک باشد، میلش صبر کرده ایستیم، نباشد یگان چاره دیدن لازم. من به گرنیزان و یا شتبی شهر می روم، گفت احمد جان مخصوم. در آنجا یک تاتار جوریم هست گفته شنیده بودم. وی کماندیری کدام یک قسمی عسکری است. اگر باشد باید وی همه گپ را داند و به کاری ما مصلحتی درست دهد. من به پیش حاجی غلام می روم، گفت عالم جان. وی پیرسگ با سفیدها مناسبت دارد و از رفت کاری آنها با خبر بودگیست. لیکن شما تا بیگاهی کمتر استراحت کنید، از راه مانده شده آمدید. روز از نصف گذشته بود. هوا ابری باشد هم باران نبود. اندک شمال چنگ و خاکی کوچه را به آسمان می برداشت. پس از رفتنی رفیقان، نسیم جان با مکمل مخصوم برای تماشای شهر برآمده رفتند. فیض الله بر روی دیوان دراز کشید و به فکر و اندیشه فرو رفت. بیگاهی پس از تاریک شدنی روز از همه پیش عالم جان آمد. در سیمای او علامتی غضب و هیجان نمایان بود، لیکن به فیض الله روی خوش نمود و از احوالش پرسید. دیگرها کنی هنوز نآمدند؟ خیر حاضر آمده میماندگیند. شما خیریت اندک استراحت کردید، گشنه هم ماندگید. نه من سیر، گفت فیض الله. خوش گپ زنید کنی؟ صحبتتان با حاجی غلام به کجا انجامید؟ این نپرسید، گفت عالم جان و دست به پیشانه برده کمی فکر کرد و از جا برخاسته بیرون برآمد. فیض الله حیران شد. عجبا چی واقعه روی داده باشد؟ عالم جان به خانه برگشت و به فیض الله نزدیکتر نشسته با آوازی پست به سخن سر کرد. خائن و جاسوس بودن این پیرسگ را تخمین کرده بودم و به این درجه گمان نداشتم. وقتی که مرا دید خرسند شد و می ضیافت کرد و بعد خبر داد که سفیدها به ارینبورگ نزدیک رسیده اند. باید پگاه یا فردا شهر به دست آنها درآید. اگر جاسوس باشد بادیگی کرده، دروغ گفتنش هم ممکن، گفتمان فیض الله. به هر حال شهر از دست سرخها می رفتگی برین، گفت عالم جان. من شمایان را در دور سفیدها هم نگاه می داشتم و علاج کار را می یافتم. لیکن اگر این پیرسگ خیانت نمی کرد و حتی به خیانت خود مرا شریک کردن خواست. گفت که درباره آمده ایستادن دوتف به شما خبر نداده، برعکس آسوده کنم و همین که سفیدها آمدند شمایان را، خصوصا شما را، با دو دست ادب برده سپارم. از این به من دو فایده می شده است. یکیش به اعتمادی گنرال دوتف صاحب می شده ام، بعد به مال و ملک من آسیب نمی رسیده است. شما چی گفتید؟ من همه تکلیف های او را قبول کردم و حتی از خودم علاوه نمودم که این خبر را پیشتر هنوز سفیدها نآمده به آنها رسانیدن لازم. نقص کردید، گفتمان فیض الله. ولی من خواستم فهمم که وی این کار را کرده است یا نه. معلوم شد که پیرسگ الکی به شتاب گنرال دوتف با دیگر خبرهای شهر این خبر را هم رسانیده است. پس چی باید کرد؟ هرچی زودتر از شهر برآمده رفتن لازم. شما گفتاری 33 را از روی رمانی تختی واژگونی نویسنده خلقی تاجیکستان جلول اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرالی نغزلی، صدابردار کریم طالبов. پایان گفتار از سلسله خوانشی بدیعی. شاد باشید.